خلاصه کتاب 7 عادت مردمان مؤثر، نوشته استفان کاوی. کتاب صوتی 7 عادت مردمان مؤثر مناسب افرادیه که میخوان کنترل بیشتری روی زندگی شخصی و حرفه‌ای خودشون داشته باشن. این کتاب برای افرادی که مشتاق یاد گرفتن اصول و قوانین تاثیرگذار هستن و میخوان روی محیط و افراد اطرافشون تاثیر بذارن، نکات ارزنده و مفیدی داره. استفان ریچارد کاوی نویسنده، سخنران انگیزشی و مدرس حوزه موفقیت که کتاب 7 عادت مردمان مؤثر پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتابش محسوب میشه. این کتاب به 40 زبان دنیا ترجمه شده و بیش از 25 میلیون نسخه از اون به فروش رسیده. استفان کاوی در این کتاب 7 عادت مهم و تاثیرگذار رو معرفی میکنه و از ما میخواد که اینها رو در خودمون ایجاد و تقویت کنیم. این 7 عادت رو به صورت تیتروار معرفی میکنم و در ادامه به بررسی تک تک این عادت‌ها میپردازیم. 1. عامل باشید. 2. از پایان آغاز کنید. 3. نخست به اولین‌ها بپردازید. 4. برد فکر کنید. 5. متوجه شوید و بعد دیگران را متوجه کنید. 6. هم‌افزایی داشته باشید و از قدرت جمعی استفاده کنید. 7. اره را تیز کنید. هر کدوم از این عادت‌ها میتونه به شما کمک کنه که در زندگی شخصی و کاریتون موفق و تاثیرگذار بشید. همونطور که متوجه شدید عادت‌های شماره 1 تا 3 روی توسعه و رشد فردی تمرکز داره و عادت‌های شماره 4 تا 6 روی توسعه کار گروهی و توانمندی جمعی تمرکز داره. عادت شماره 7 هم روی رشد مستمر افراد تمرکز داره و همه عادت‌های قبلی رو به نوعی پوشش میده. حالا بریم تا دونه به دونه این عادت‌ها رو با هم بررسی کنیم. شماره 1. عامل باشید. عامل بودن یعنی این که مسئولیت تمام و کمال زندگی خودمون رو به عهده بگیریم. اینو بدونیم که خودمون مسئول 100% اتفاقاتی هستیم که تو زندگیمون رخ میده و مسئولیت پیروزی‌ها و شکست‌هامون رو بپذیریم. افراد مؤثر میدونن که همه چیز در این جهان حاصل تصمیمات و انتخاب‌های خودمونه. در عقیده استفان کاوی مسئولیت پذیری و عامل بودن همون چیزیه که ما رو از حیوانات جدا میکنه. افراد واکنشی دقیقاً نقطه مقابل افراد عامل هستند. این افراد اغلب تحت تاثیر محیط فیزیکی اطرافشون قرار میگیرن و مثلا اگه هوا خوب و مطبوع باشه اونا هم حالشون خوبه و اگه هوا نامطبوع و دلگیر باشه اونا حال هیچ کاری رو ندارن و کل روزشون بد میگذره. ولی افراد عامل خودشون رو مسئول حال خوب یا بدشون میدونن، نه شرایط و محیط اطرافشون رو. افراد عامل میگن که من به خاطر تنبلی خودم نتونستم درسم رو ادامه بدم، اما افراد واکنشی پدر و مادر، دولت و شرایط محیطیشون رو مقصر این اتفاق میدونن. افراد عامل از جملاتی شبیه به این استفاده میکنن: من کنترل احساسات خودم رو در دست دارم. اما افراد واکنشی از جملاتی از این دست استفاده میکنن که فلان شخص حال منو بد کرد. اگه میخواین به موفقیت دست پیدا کنید و آدم تاثیرگذاری باشید باید ریشه همه چیز رو در درون خودتون پیدا کنید. اولین گام برای این کار استفاده از کلمات و جملاتی هست که نشون میده شما آدم مسئولیت پذیری هستید. یادتون باشه که تصمیم‌ها و انتخاباتون رو عاقلانه و با آگاهی و دانش کامل بگیرید و این جمله از روزولت رو همیشه به خاطر داشته باشید: کسی نمیتواند به شما آسیب بزند مگر اینکه خودتان بخواهید. شماره 2. از پایان آغاز کنید. یکی دیگه از عادات افراد تاثیرگذار اینه که همیشه توی ذهنشون از آخر شروع میکنن. یعنی چی؟ یعنی آینده اون موضوع رو توی ذهنشون مجسم میکنن و میبینن که این آینده رو دوست دارن یا نه. مفهوم این عادت اینه که در همون ابتدایی که تصمیم به انجام کار یا پروژه‌ای میگیرین بدونید که در نهایت به کجا میرسین و مسیر حرکت خودتون رو از انتها به ابتدا توی ذهنتون مجسم کنین. استفان کاوی معتقده که قدرت تخیل یکی از بهترین ویژگی‌های انسانه. او در این کتاب در مورد این عادت نکته مهمی رو به ما گوشزد میکنه. خیلی آسان است که خودمان را در دام فعالیت شدید، شلوغی زندگی، کار کردن سخت‌تر و سخت‌تر برای بالا رفتن از نردبان موفقیت گرفتار کنیم تا در نهایت به این نتیجه برسیم که این کار در واقع تکیه کردن به یک دیوار اشتباهی است.
وقتی که بیاییم آینده کسب و کار و زندگیمون رو توی ذهنمون مجسم کنیم، با چشمای باز می‌بینیم که آیا این آینده با استانداردها و فرهنگ و اساس زندگی ما سازگاری داره یا اینکه باید تغییرات مهمی رو توی زندگیمون ایجاد کنیم. شماره 3. نخست به اولین ها بپردازید. عادت سوم افراد مؤثر اینه که وقتی به آینده‌ای که توی ذهنشون مجسم کردن فکر میکنند، به این نتیجه میرسن که بعضی از کارها نسبت به کارهای دیگر اولویت و برتری دارند و باید این اولویت‌ها رو شناسایی کنند و اول از همه به این اولویت‌ها بپردازند. این عادت در واقع زیربنای اصول مدیریت شخصیه. افراد موفق اولویت‌های خودشون رو بر اساس اصل مهم بودن کارها مشخص میکنن و افراد ناموفق بر اساس فوریت. این فرد ناموفق با اینکه میدونه اضافه وزن زیادی داره و کار مهم اینه که وزن خودش رو کم کنه، اما این کار رو به تأخیر میندازه تا وقتی که بر اثر بیماری قلبی به پزشک مراجعه میکنه و پزشک این خبر بد رو بهش میده که اگر تا 2 ماه آینده نتونه 10 کیلو وزن کم کنه ممکنه بمیره و حالا به خاطر فوریت به سراغ کاهش وزنش میره. توی کتاب 7 عادت مردمان مؤثر استفان کاوی به ما نشون میده که باید کارهامون رو در این 4 مورد دسته‌بندی کنیم. 1. کارهای مهم و فوری. این کارها حتما باید انجام بشن. 2. کارهای مهم و غیر فوری. کارهایی توی این دسته قرار میگیرن که بهتره امروز انجام بشن، مثل برنامه ریزی و شناسایی فرصت‌ها. 3. کارهای غیر مهم و فوری. این کارهایی هستن که انجام دادنشون خوبه اما لازم نیست، مثل جلسات کاری زیاد. 4. کارهای غیر مهم و غیر فوری. این دسته از کارها رو تا جای ممکن نباید انجام بدیم و یا به شخص دیگه‌ای نباید بسپاریم که اونو انجام بدن، مثل فیلم و سریال دیدن. افراد موفق کسایی هستن که به دسته دوم میپردازن، یعنی کارهای مهم و غیر فوری. شماره 4. وردز فکر کنید. این عادت در مورد روابط ما با دیگرانه. این مفهوم میگه که رابطه درست با دیگران زمانی اتفاق میفته که هر دو طرف برنده باشن. فقط تو این حالته که به تعاملات سازنده و طولانی مدت با اطرافیانمون میرسیم. باید اینو بدونیم که قرار نیست یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده باشه. استفان کاوی در این مورد میگه که برای رسیدن به طرز فکر برد تنها خوب بودن کافی نیست، بلکه باید شجاعت لازم رو هم داشته باشیم. شماره 5. متوجه شوید و بعد دیگران را متوجه کنید. اول باید سعی کنید که یک موضوع رو خوب متوجه بشین و بعد به خوبی اون رو درک کنید. یعنی قبل از اینکه بخواید به کسی راهکار پیشنهاد بدین و یا به صورت سازنده با دیگران ارتباط برقرار کنید، اول باید سعی کنید که به طرف مقابلتون با دقت گوش بدید و نگرش اون رو متوجه بشید. فرض کنید که پیش یک چشم پزشک میرید و بهش میگید که چشماتون ضعیفه و همه چیز رو تار میبینید. بعد اون عینک خودش رو برمیداره و به شما میده تا استفاده کنید. اما بعد از مدتی میبینید که بیناییتون بدتر شده. با این وجود شما دفعه بعد باز هم پیش همین دکتر میرید؟ مسلماً که نه. جالبه بدونید که افراد غیر مؤثر دقیقاً از این روش در تعاملاتشون با دیگران استفاده میکنن. برای رابطه مؤثر اول باید طرف مقابلمون رو خوب بفهمیم و برای خوب فهمیدن نیاز به شنیدن مؤثر و فعالانه داریم. سعی کنین همه چیز رو از دید طرف مقابلتون ببینید و به این موضوع فکر کنید که آیا راهکاری که بهش ارائه میدید براش مناسب هست یا نه. شماره 6. هم‌افزایی داشته باشین و از قدرت جمعی استفاده کنید. هم‌افزایی این فرصت رو برای ما فراهم میکنه که نظراتمون رو با دیگران ترکیب کنیم و به یک نتیجه بهتر و مؤثرتر برسیم. برای این کار باید 2 عادت قبلی رو هم به طور کامل فرا بگیریم و بهشون عمل کنیم. اینجوری توانمندی‌های خودمون و دیگران رو هم بهتر درک می‌کنیم و راهکاری ارائه میدیم که بتونه نیاز ما و طرف مقابلمون رو به صورت همزمان برطرف کنه. فرض کنین قراره وزنه‌ای رو روی یک تیکه چوب قرار بدید. اگه یک تیکه چوب تحمل این وزنه رو نداشته باشه، میشکنه. حالا همون وزنه رو یا حتی بیشتر از اون رو به 2 یا 3 تیکه چوب تحمیل کنید. چی میشه؟ قطعاً توان 2 یا 3 تیکه چوب بیشتر از یک تیکه چوبه. هم‌افزایی معنای ساده‌ای داره، ولی خیلی از ما توی زندگیمون از اون استفاده نمی‌کنیم. شماره 7. اره را تیز کنید.
استفان کاوی معتقده برای اینکه بتونیم مؤثر و کارآمد باشیم باید همیشه روی خودمون از نظر جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی کار کنیم. این عادت روی تجدید قوا تمرکز داره. ما باید توی 4 حوزه به صورت مداوم و مستمر تجدید قوا کنیم. 1. جسمانی مثل ورزش و تغذیه. 2. ذهنی مثل مطالعه، برنامه‌ریزی و تجسم. 3. معنوی مثل تعیین ارزش‌ها، تعهد و نیایش. 4. اجتماعی مثل خدمت، روحیه تیمی و همدلی. برای توسعه هر کدوم از این حوزه‌ها وقت کافی بذارید تا بتونید 6 عادت دیگر رو هم به بهترین شکل ممکن انجام بدید. مثلا در هر هفته حداقل 3 روز ورزش کنید، غذای خوب بخورید، آهنگ‌های خوب گوش کنید، کتاب‌های خوب و مفید بخونید و هر روز به این خلاصه کتاب‌ها گوش بدید و با افراد مختلف ارتباط سالم و مؤثر برقرار کنید.